إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. باز هم مخاطب قرآن و یا خطاب قرآن طرف اهل ایمان هست. یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، ای موحدین، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شما که صدقه می دهید، شما که انفاق می کنید، شما که زکات می دهید، متوجه باشید که به این صدقه دادن، به این انفاق کردن کسی را آزار و اذیت نکنید و این انفاق شما به خاطر منت گذاشتن و آزار دادن نباشد. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. مثل اونهایی که ریاکارانه صدقه میدهند، شما صدقه چنین ندهید، چون شما اهل ایمان هستید. کسانی که اهل ریا هستند آنها آلوده به شرک هستند. ریا خودش شرک خفی هست. اهل ایمان باید از این اعمالی که انسان را از خدا دور می سازد مثل ریا انسان باید خودداری کند. اول آیه تو مسلمان را مخاطب می کند و می گوید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای اهل ایمان. صدقه دادن کار نیک هست، ولی متوجه باشید که لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. این نشود به خاطر آزار دیگران و اذیت دیگران و همچنین و به خاطر منت گذاشتن بر دیگران صدقه شما تبدیل به یک عمل ریایی شود. قرآن مثال بسیار جالبی از کسی که اعمالش اعمال ریاکارانه هست. اگر زکاتش، صدقهش، حجش، نمازش ریاکارانه باشه، اعمالش را الله مثال میزنه، بیان میکنه که این اشخاص که ریا میکنن ولا یؤمنوا بالله والیوم الاخر، چقدر خطرناک هست. کسانی که ایمان دارن و برن صدقه بدن، باید صدقهشان خالصانه و مخلصانه باشه. اگر ریا بود، اینها به الله و به روز آخرت ایمان ندارن. کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء. اگر شخصی بر روی یک سنگ صاف خاک بریزد و بر روی اون خاک ها بذر کند و کشت کند، بارانی از آسمان بیایه، چون روی سنگ صاف خاکی که در آنجا قرار داشته باشه همه را از بین میبره. وقتی از بین برد، حاصل چیزی به دست نمی آید، تمام زحماتش هبط شده است. پس انسانی که ریا میکنه مثل اینه که بر روی سنگ صاف خاکها را ریختانده و بر روی اون خاکها بذر کرده و کشت کرده و آب میایه همه را میبره.
و بعد اشاره میفرماید لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، دیگه قادر نیست بر او چیزی که او کسب کرده که از او حاصل دست خویش چیزی را به دست بیاورد. در اخیر آیه میفرماید والله لا یهدی القوم الکافرین. بسیار تکان دهنده هست. کسی که عمل ریایی داشته باشد، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان نداشته باشد، آخر آیه میگوید که وضعیتش خطرناک هست و یه انسان از زمره کفار حشر می شود. آیه دیگر الله سبحانه تعالی باز هم من و تو مسلمان را مخاطب میکنه. این آیاتی که میگه یا ایها الذین آمنو به خاطر تربیت من و توست. همین آیات بود که صحابه تربیت کرد. بهترین انسانهای روی زمین بعد از انبیا علیهم السلام قرار داد. هر یک آیاتی که میگه یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، قرآن میخواد پیروان خود را درس ادب، درس تربیت و اینها را بیاموزاند. خطاب دیگر قرآن برای اهل ایمان این که یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیباته. شما در راه الله سبحانه و تعالی انفاق که میکنید و یا انفاق کنید از پاکیزگی ها، من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، از او کسب حلالی که شما روزی را به دست می آورید، سرمایه را به دست می آورید، در راه الله انفاق کنید. الله سبحانه و تعالی پاک هست و جز پاک چیز دیگری را نمیپذیرد. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیه. شما قصد کننده به این نباشید که از اشیای ناپاک در راه الله انفاق کنید. الله پاک هست، جز پاک دیگر چیزی را نمیپذیرد. اخیر آیه چقدر زیبا میگوید ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیه. چیزی را در راه الله انفاق کنید که اگر او را برای شما بدهن با میل دل بپذیرید، اما اگر از اشیای ناپاک شما انفاق کنید خود شما گیرنده او نیستید، مگر اینکه اگر کسی به شما او را بدهد چشمان خود را میبندید و او را میگیرید. ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیه واعلموا، بدانید، آیه مبارکه اشاره می کند ان الله غنی حمید. اگر شما انفاق می کنید در راه الله، در حقیقت شما او را به یک مسکین نمی دهید، شما به الله تقدیم می کنید. باید که بدانید که الله بی نیاز هست، نیازی نداره که شما اشیای ناپاک را برای الله تقدیم کنید. الله سبحانه و تعالی طیب هست، جز طیب چیز دیگری را نمیپذیرد. پس از این آیه مبارکه و این دو آیه که خطاب قرآن طرف اهل ایمان هست، اول این که ای اهل ایمان از ریا دور شوید. ای اهل ایمان صدقه و انفاق میکنید به خاطر منت گذاشتن و به خاطر آزار دادن نباشد. ای اهل ایمان چیزی که برای خود نمیپسندید، روا ندارید و نمیخواهید، به برادر مسلمان خود هم نپسند. خلاصه تمام اعمال انسان به این که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین باید باشه. نماز انسان، صدقه انسان، حج انسان، زکات انسان، همه اینها خلاصه باید خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. خدای تبارک و تعالی صدقات ما را از ریا پاک بگردانه. الله سبحانه و تعالی انفاقی که هر عزیزی که در راه الله میکنه الله سبحانه و تعالی قبول بفرمایه. خداوند تمام اعمال ما را خالصانه و مخلصانه بگرداند. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی
وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.